با یه شاستی خاموش و روشن. میخوایم اینجا طریقه استفاده صحیح این دریچه رو بهتون آموزش بدیم. روی این دریچه در حالت بسته است، یعنی این زبانه الان رو به پایینه. موقعی که میخوای اینجا رو استارت بزنید، دریچه رو میزنید، شاستی رو میزنید، دریچه باز میشه، دوباره شاستی سر جاش، زبالتون رو میندازید سر جاش، دریچه رو میبندید. این دریچه الان دیگه بسته است. دوباره تکرار میکنم. اول شاستی رو میزنید، دریچه‌تون رو باز میکنید، زبالتون رو گذاشتید، باز دریچه‌تون شاستی رو میزنید، زبانه میاد پایین، دریچه رو میبندید، یه دریچه بسته میشه. خواهشاً موقعی که میخوای از اینجا ترک مکان کنی 100% پشت سر این دریچه‌تون باید بسته باشه. اگه این دریچه‌تون باز باشه به منزله اینه که این زمانه هنوز رو به بالاست، یعنی الان این زمانه رو به بالاست. این مگنت بر اثر حرارت زیاد میمونه اینجا داغ میشه. بعد 20 دقیقه 10 دقیقه دیگه این زبانه دیگه قابل استفاده دیگه نیست، باید 1 ساعت بمونه خنک بشه. پس حتما اینو مواظب این شاستی باشید که بازو بسته بودن دریچه اطمینان حاصل کنید. بعد یه خواهشی که ازتون دارم، حتما زبالاتون رو در کیسه سربسته، یعنی حالا کیسه زباله که باشه خیلی عالیه. اگرم نشد حالا این کیسه معمولی که دارید میارید حتما درش رو ببندید، یعنی سربسته باشه که بره پای صعود کنه. اگه سربسته نباشه موقع صعود زباله ها پرش میشه و میاد لای این پایین دریچه اینجا گیر میکنه و باعث میشه که اینجا آشغال جمع بشه. خواهشاً این موارد رو احتیاط کنید تا اینکه انشالله یه سیستم